سلام دوستان مهربان، روز سعید جمعه مبارک. الحمدلله در داخل وطن هستیم، در تاجیکستان. در مسجد بچه‌ها یاش همه ماشاءالله کلی مسجد همه نماز شروع رفته ایستاده. این نماز برو اومدیم. مقصد در راه میریم، نه تنها من داخل وطن در نظر دارم، متاسفانه بعضی برادرها را در نظر دارم که از نماز محنت میکنن، زحمت میکشن، نماز میخونن، از نماز میبرن خواهرای خیلی درس میبره خیلی از این طرف کار زندگی خودشون ای بخشه، ای ایتو، ای اوتو، ای تخشوچه. اون نماز در سرت بمونه که اون نماز برای چی خوندی؟ اگه برای چی مسجد اومدی؟ هممون نفس داریم، اما باید همه فکر کنن که ما خواهر داریم، با زمین دختر داریم. فکری زن فرزندی خنو نکنیم، حرکت کنیم که با عزت نفس دخترای مردم نرسیم و ناموسی خواهر مثل برادرایی که هستن خواهراشون با زندگی خودشون میبرن، در ناموس به نرسیم. خدا نگهدار، خدا همه ما هدایت کنه. برادرو در مسجد قرار داریم. اینا نگاه کنید، اوهو پیش مسجد گشته است، دیده است این بزنس است، این اوهو ای اینا تماشا کنید. خیلی نه همجا اومده خورده کیف کرده گشته است، دیده درونی شهر ای نباشه، درونی شهر ای اینا بود چی در کاره خدا هم ایشم روی کرد. اینا این هم یک در حق ما دوام میکنه. دیده او یورات نبوده دتا بدیه دیمشه گرفته میتونم اینجا بالان دی بعد الان نگاه که اگر دتا او انا تشرف الان دیمش اینا کاسولیا میگن، کاسولیا. اینا می جایی که اوهو همیجا دباد. اینا مسجد ما بگیریم 50 متر از ثانیه. اینجا میوه تایم درختو دا خورده میگرده. او با فکرم این تریتوری جدا اومده گشته ایسان. این تایم درختو دا جدا. ممکن 50 متر، ممکن 40 متر از ثانیه. اینا اینجا ما گاز میگیریم نصیب باشه. 30 چند متری صبح کدیگه من میرم. اینمی کلام که گازا 38 متر تو گرانسه ماچته. اصلا 3 متر، هم 52 متر بوده تو ماچته.